آموزش جامع تئوری موسیقی پارت 4. نامگذاری اصوات موسیقایی. همونطور که قبلا گفته شد، نوت‌ها الفبای موسیقی هستند و صداهای موسیقایی از بمترین تا زیرترین نوت داره 7 نام میباشند. اصوات موسیقایی به دو صورت الفبایی و هجایی نامگذاری میشوند. الفبایی C, D, E, F, G, A, B. حال هجایی. در ایران به پیروی از فرانسه و ایتالیا نوت‌ها به صورت دو، ر، می، فا، سول، لا، سی نامگذاری می‌شوند. به تصویر مقابل با دقت نگاه کنید. خطوط حامل رو می‌بینید. همونطور که قبلا گفتیم خطوط حامل خطوطی هستند 5 خط افقی در موازات هم که نوت‌ها روی آنها قرار می‌گیرند و از پایین به بالا شماره گذاری میشن، از بمترین تا زیرترین. کلید سول رو داریم. اینکه چرا به این کلید سول گفته میشه و کاربردش چیه در کلیپ بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد. نوت دو رو میبینیم، ر، می، فا، سول، لا، سی و متناظرش روی کلاویه‌های کیبورد.